خب دوستان، خوش اومدید به ویدیو امروز قراره بریم که ببینیم آیفون XS در سال 2025 هنوز ارزش خرید داره یا نه. خب اول بریم به سراغ ویدیو. یک ویدیو برای شما گرفتم، بریم و تماشا کنیم و بریم که بعدش در مورد ارزش خریدش صحبت بکنیم. خب دوستان، امروز اومدیم که درباره ارزش خرید آیفون XS سال 2025 صحبت کنیم. این آیفون از تراشه A12 بایونیک استفاده میکنه و قیمتش تو این سالا دور بر 15 تا 16 تومن و الی 17 تومن پیدا میتونید بکنین آیفون رو. این آیفون در این دور زمانه بسیار ارزش خرید داره به نظر من، چون دوربین این آیفون بسیار قدرتمند هستش. و یه لحظه، خب دوربین این آیفون بسیار قدرتمند هستش و توی سال 2025 هم میتونه کفاف کارتون رو بده. میریم سراغ دوربینه. میبینید که هنوز در امسال هم بسیار ارزش خرید داره، بخاطر اینکه دوربینش بسیار قدرتمند و با کیفیت هستش. خب دوستان، من ویدیو رو قطع میکنم که بریم در مورد ارزش خرید این گوشی در سال 2025 با هم صحبت کنیم. خب اول میرسیم به مشخصات این گوشی در سال 2025 به نظر من ارزش خرید هنوز داره. چرا؟ چون یک تراشه A13 بایونیک در گرد این گوشی قرار گرفته که با آن میتوانید تمام بازی‌ها از جمله پابجی و کار فورماسیون کیفیت و 60 فریم اجرا کنید، حتی بالاتر. و این گوشی فیلم 12 مگاپیکسلی داره که با خیلی از گوشی‌های مدل از جمله A55 A35 و A25 قابل مقایسه هستند. به خاطر همین این گوشی در سال 2025 ارزش خرید بالایی داره. اما اگر باتری ملاک شما سر خرید گوشی، این گوشی اصلا پیشنهاد نمیشه، به دلیل اینکه این گوشی داره یک باتری 2774 فکر کنم میلی آمپر است. اصلا کفاف کارهای روزمره رو نمیده و حتی اگه باتریش هم تعویضی باشه، بازم باتری خوبی احتمالا نمیندازه و اصلا امکان نداره که باتری اصل اپل رو بندازه. پس به خاطر اون اگر مثلا گوشی رو سر صبح بندازین شارژ، تا 2 بار باید تو روز بندازینش دوباره به شارژ و اصلا شارژ خوبی نگه نمیداره. و اگر که باتری ملاک شماست، باید بریم به سراغ گزینه‌های سامسونگی از جمله 25 35 که میتونه کفاف کار شما رو بده. خب این یک ویدیو کوتاه بود. ممنون که ویدیو رو تماشا کردین. خدا نگهدار.